آقایانی که برای توحید میمیرن، آقایان وهابی، آقایان عرفا و صوفی توحید میکنن، ارتباط این مسئله چیست که امیر مؤمنان علیه السلام در کعبه دنیا آمده است. این اعیاد در ماه رجب، این اعیاد در ماه شعبان باید جرقه‌ای باشد برای بیداری همه ما که مبلغین، حوزویان، دانشگاهیان، مردم کوچه و بازار همه بیدار بشین. تولد آقا امیر مؤمنان علیه السلام فقط صرف یک تبریک گفتن نباشد، صرف یک جشن و چراغانی نباشد. این آقایی که در کعبه دنیا آمده چه مقامی دارد؟ برای چی دیوار کعبه شکافته شده و جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وارد کعبه شده و آقا در کعبه به دنیا آمده اند؟ این پیام دارد، پیام توحیدی دارد. آقایانی که برای توحید میمیرن، آقایان وهابی، آقایان عرفا و صوفی توحید میکنن، ارتباط این مسئله چیست که امیر مؤمنان علیه السلام در کعبه دنیا آمده است؟ کعبه کجاست؟ مبدأ توحید، مرکز توحید، جایگاه فریاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ارتباط توحید با ولایت و صاحب الولایت. اصل الاسلام التسلیم لامر الله. در برابر امام شما تسلیم باشی، در برابر امر الله هستیم. کسانی که در تاریخ نگاه میکنیم به فلاح رسیده اند، کسانی هستند که اللازم لهم یا لکم، اللازم یعنی ملازم، اینها به فلاح میرسند، دنبال چراغن، ملازم چراغن. ولی المتقدم لهم یا المتقدم لکم این مارق است. متأخر زاهد، متقدم مارق. اگر عقب بیفتی خیلی آهسته آهسته در حرکتی، توجهی نداری که چرا کجا هست. متأخر از اهل بیت یا نه متقدم بر اهل بیت. من خود میدانم، من فیلسوفم، من عارف بالله هستم. یه آقای گفته بود که من علمم بر نفوس مثل امیرالمؤمنین است. المتقدم لهم. این خراب کارش، باطله. ما باید دنبال چراغ باشیم، دنبال امام باشیم، نه مأمومی باشیم که جلوتر حرکت میکند، مأمومی که رأیش مقابل رأی امام است. این چه مأمومی است؟ این بیچاره است. و خلاصه این که امام ولایتشون نور است و انسان بدون نور اگر خواست حرکت بکند بیچاره میشود. حتی انبیا هم باید با رسول خدا ارتباط داشته باشند، با امیر مؤمنان ارتباط داشته باشند و کسب شرف و کسب نورانیت بکنن از رسول خدا و از علی مرتضی علیهما و آلهما السلام. ما باید دنبال امام باشیم، نه مأمومی باشیم که جلوتر حرکت میکند.